خب بریم ببینیم آقای مهدی چه آهنگایی آماده کرده. سلام عزیز. سلام خوبی؟ مرسی تشکر. فکر کنم اگه بیای اینور بهتره چون دوربین اونور قشنگ ببیننت. تیپت هم خوش تیپی. مرسی. ممنون. تشکر میکنم خیلی ممنون. چه آهنگی آماده کردی؟ والا یه کار از آقای فرید زولان، کار شقایق داریوش با صدای داریوش، البته شعری از آقای اردلان سرفراز و کاری است به نام اگه یه روز بری سفر از فرامرز اصلانی. اگه یعنی این شعرها رو خودت انتخاب کردی یا اون شعرهایی بود که ما گفتیم بخون؟ نه خب یه لیست به من داده شد، گفتن که از توی این کارا از اون انتخاب کردی. بالاخره یکی شعرهایی که ما گفته بودیم انتخاب کرد. اوکی موفق باشی. از مرسی. چشمم دریای بارون شقایق، مثل مردن میمونه دل بریده، ولی دل بستن آسونه شقایق درد من یکی دوتا نیست، آخه درد من از بیگانه ها نیست، کسی خشکید خون من رو دستاش که حتی یک نفس از من جدا نیست. شقایق وای شقایق گل همیشه عاشق، شقایق اینجا من خیلی غریبم، آخه اینجا کسی عاشق نمیشه، عزای عشق و سش جنس کوه، دل ویرون من از جنس شیشه. شقایق آخری عاشق تو بودی، تو مردی و پس از تو عاشقی مرد، تو رو آخر سراب و عشق و حسرت ته گل خونه های بی کسی بود. شقایق وای شقایق گل همیشه عاشق، دویدیم و دویدیم به شب‌های پر از قصه رسیدیم، گره زد سرنوشتامونو تقدیر، ولی ما عاقبت
از هم بریدیم شقایق جای تو دشت خدا بود، نه تو گلدون نه توی قصه ها بود. حالا از تو فقط این مونده باقی که سالار تمومه عاشقایی. شقایق وای شقایق گله همیشه عاشق. شقایق وای شقایق گله همیشه عاشق. مرسی خیلی